در زمانهای قدیم در یکی از دهات پنجاب هندوستان دو خواهران میزیستند. خواهری کلانی مت خانم داشت و خواهری خردی مونگا. پدری پیر آنها در دهه دیگر زندگی میکرد. بیا به عیادت پدرمان میرویم، او را خبر میگیریم، خرسند میشود، گفت روزی خواهری کلانی. رفتنی باشی خودت رفتن گیر، من نمیخواهم، گفت خواهری خردی. راه دور مانده میشوم، در همین آفتاب تفسون به جای رفتن بیعقلی. روز دیگر خواهری کلانی صبحی بر وقت به راه برآمد. راه دور بود. او کوشش میکرد که تا نصف روزی، تا گرم شدنی آفتاب به منزل پدر برسد و بگاه روزی برگردد. هوا سلقین بود و دخترک شاد و مسرور سرودخوانان به سوی منزل پدر میرفت. او در راه درخت پیر آلویی را دید. تنه درخت پیر سیمخوار پیچ بود و درخت اذیت میکشید. ای دخترک، با من یاری ده، از سیمخوار تنم را آزاد کن. سیمخوار تنم را میخراشد، صدا برآورد درخت. درختی بیچاره، من تو را آزاد میکنم. دخترک در رفت از پی آزاد کردن درخت شد. او درخت را از سیمخوار آزاد کرد و باز به راه درآمد. رفت و از سر راهش گلخنی برآمد. با من یاری ده دخترک، خاکسترم را تازه کن و هیزم پرتو، نباشد من خاموش می شوم. صدا برآمد از گلخن. من حاضر. دخترک زود هیزم جمع کرد و به گلخن افکند. خاکسترش را دور انداخت و راهش را ادامه داد. آفتاب بلند شده بود. از گرمی هوا و تشنگی دخترک بیحال شد. او به لب دریاچه آمد و دست و روی شست و آب خورد. ای دخترک، با من یاری ده، مرا از خس و خاشاک تازه کن، التجا کرد دریاچه. من حاضر. دخترک زود دست و آستین برزد و به لب دریاچه نشست و آن را از خس و خاشاک تازه کرد و آبک دریاچه شیلده را سنان گوییا با او سپاس می گفت. در منزل پدری پیر منتظر دخترکش بود. ماتخواه مانده شده بود، اما این را نشان نداده زود خانه پدر را رفت و تمیز کرد، لباسهای او را شست و نان پخت، خوراک مهیا کرد و پدری پیر را دعوت کرد و دست و پای او را شست. آنها پدر و دختر در سر دسترخوان نشسته صحبتی گرمی کردند. وقتی که دخترک عزم برگشتن کرد، پدری پیرش او را بوسید و به او یک برزگاف کوزه های میسی و جواهرات تقدیم کرد. اینها همه از آن تو، دختری مهربان من، راحت سفید، دعا کرد موسفید. دخترک با پدرش خیر و خوش کرد و به راه برآمد. رفت و به ساحل دریاچه رسید. او دید که
در روی آب متاع زیبای پرنیان در آفتاب با 7 رنگ موج میزند و میدرخشد. بگیر، این تحفه من، صدا داد دریاچه. من آن را برای تو از نور آفتاب و برگ گلها درست کردم. دخترک با خوشنودی تحفه دریاچه را گرفت و با او اظهار تشکر کرد و راهش را ادامه داد. مدخه به نزد گلخن رسید و دید که در کنار آن در روی برگ کلان پنیر خوشبوی نپخته ایستاده است. پنیر از آن تو، دخترک مهربان، صدا داد گلخن. سفرت بی خطر. تشکر، گفت دخترک و پنیر را 2 قسمت کرد و 1 قسمتش را برای خواهرش ماند. روز آهسته آهسته به شام مبدل می شد. دخترک شتاب داشت. زودتر به خانه رسیدن می خواست، اما درخت آلو او را از راهش نگاه داشت. آلو بگیر، دخترک مهربان، این تحفه من. دخترک دامنش را داشت و درخت آلو خود را تکان داد و دامن دخترک از آلوهای با لذت و پخته پر شد. تشکر به تو. راهش را ادامه داد دخترک. مدخه به خانه رسید و گاو را آب و علف داد و به خانه در آمد و خواهرش را با پنیر و آلو ضیافت داد و به او تحفه های پدرش را نشان داد. خواهری خردی باشد، از حسد و بخیلی جای نشست نمی یافت. پگاه من هم به نزد پدرم می روم و از او می خواهم که به من هم تحفه دهد، تنها 2 برابر تحفه‌ای که به خواهر کلانی داده است. فکر میکرد. مونگه سحرگاه هنگامی که آفتاب الکی بلند شده بود، مونگ از خواب برخاست و به راه برآمد. در سر راه درختی پیر آلو را دید که سیمخوار پیچ است. دخترک، با من یاری ده، مرا از سیمخوار رها کن. آواز برآورد درخت. وقت ندارم، شتاب دارم، بیدی راست زد دخترک و زود گذشته رفت و از پیشش گلخنی برآمد. با من یاری ده، دختری مهربان، مرا از خاکستر تازه کن. من شتاب دارم، وقت ندارم، زود رفتنم در کار. از پیش او هم با شتاب گذشته رفت دخترک. اما او را صدای دریاچه باز داشت. یاری ده دخترک، از خس و خاشاک تازه ام کن. نه وقت ندارم، رفتنم لازم. زود قدم مونده از نزد دریاچه دور شد. مونگا به خانه پدرش رسید. موی سفید دخترش را دیده خرسند شد، اما دخترک از در آمد و همان زمان گفت: من مانده شدم، خواب می روم، استراحت می کنم. تو پدر تحفه های مرا تیار کرده مان. از خواب می خیزم و گرفته می روم. فقط 2 برابری تحفه های مدخه باشد، زیادتر. دخترک از خوابش خیست و از پدرش طلب تحفه کرد، اما پیرمرد از این گستاخی به غضب آمد و او را از خانه‌اش پیش کرد. دخترک هم غضبناک شد و راه خانه را پیش گرفت. آمد و به لب دریاچه رسید و دید که در روی آب متاع پرنیان خوشروی و خوشرنگ در آفتاب رنگ میزند و
موج میزند. او خوشحال شد و خواست که این متا را بگیرد، اما آبک شوخ دریاچه متا را با خود برد. دخترک در نزد گلخنی سوخته ایستاده پنیر خوشبوی ناپخته شده را دید و بسیار خرسند شد. ولی همین که او دست دراز کرده پنیر را گرفتنی شد، از کجای زاغی پریده آمد و پنیر را به منقارش گرفت و به آسمان پرید. دخترک سخت گرسنه مانده بود. او به نزد درختی آلو آمد و خواست که آلو بخورد، اما آلو در بلندی ها بود و خارهای سیمخوار دست و روی او را خراشیدند و خونشار کردند. دخترکی تنبل از این همه ناآمدی کارش غضبناک شد و به خانه آمد. او به خانه آمد و از الم و خواری گریه کرده می خوابید و خواهری کلانی مهربان او را دلبرداری می کرد و آرام کردنی می شد. اما او هیچ آرام نمی شد. ولی مهمش این بود که دختری تنبل جزای خود را دید.